سلام، به کانال یوتیوب کم پلاس خوش اومدین. نتربیت 431 F اینجاست برای کانفیگ و بررسی و آنباکس محصول. اگر کانال یوتیوب من ندارین خوشحال میشم که کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، چون هم کسایی که توی خونه استفاده میکنن از مودم میتونن استفاده کنن از ویدیوهای من، هم اون دوستان و همکارانی که توی حوزه شبکه و درون مداربسته در حال فعالیتن. پس بریم برای ادامه. این مودم 4 تا پورت خروجی 100 لن داره به همراه 4 تا آنتن که پوشش دهی وای فای اون رو تقریبا 100 متر بدون مانع میکنه. سرعت دانلود اون 150 مگه و فرکانس شبکه بی سیمش هم 2.4. توی جعبه این مودم خود دستگاه قرار داره به همراه یه دونه کابل شبکه و یه دونه آداپتور و یه دونه دفترچه راهنما که به فارسی و انگلیسی هم نوشته شده. این هم از خود جعبه مودم. بریم برای کانفیگ دستگاه با سیستم. شما مودمتون رو بزنید به برق و اون کابل لنو یه سرشو بزنید به مودم و یه سر رو بزنید به سیستم یا لپتاپتون. بعد از اون بیاین توی مرورگر سرچ کنید 192.168.1.1. بعد از اون بیاین توی مرورگر و توی صفحه اصلی 192.168.1.1 رو سرچ کنید. یه همچین صفحه براتون باز میشه. یوزرنیم ادمین و پسورد هم ادمینه. توی اکثر مودم ها اون آدرس آیدیه و یوزرنیم پسورد زیر مودم نوشته شده. حالا شما وارد صفحه تنظیمات مودمتون میشید. من روی مودم سیم کارتی ننداختم و باید بریم به بخش تنظیمات یوزرنیم و پسورد مودم. بخش لن ستینگ رو باز کنید. بعد از اون وای فای ستینگ رو بیاین و بیسیک ستینگ رو بزنید. اینجا SSID نوشته نتربیت. اینجا SSID یعنی اسم مودمتون. SSID رو من تغییر میدم به کم پلاس و این پایین هم نوشته وای فای پسورد. وای فای پسورد رو هم تغییر میدم. حالا شما هر چیزی میتونید اسم وای فایتون رمز وای فایتون میشه دیگه. هر چیزی میتونید اینجا ست کنید. بقیه تنظیمات رو دست نزنید و این پایین اپلای رو بزنید. بعد از چند ثانیه مودمتون تنظیماتش تغییر میکنه و با اسم کم پلاس و یوزرنیم پسوردی که من بهش دادم باز میشه. یه مسئله جدی که وجود داره اینه که این یوزرنیم و پسورد مخصوص وای فای مودمتونه. یعنی شما هر زمانی که بیاین 192.168.1.1 رو بزنید با همون ادمین وارد میشین. اون تنظیمات شما دست نزدین، تنظیمات وای فای مودم رو دست دادین. این مودم یه مودم اقتصادیه برای کسایی که میخوان توی خونه و مغازه هاشون از یه مودم خوب استفاده کنن که گارانتی هم داشته باشه و برای مصرف خونگی، دوربین مداربسته و مغازه ها من این مودم رو پیشنهاد میکنم. اگر استفاده کردین از این مودم میتونید نظرات خودتون رو توی کامنت ها بنویسید. اگر هم این مودم رو هنوز تهیه نکردین و دنبال مودمین، امیدوارم که این ویدیو در انتخاب بهتر مودم بهتون کمک کرده باشه. خیلی خوشحال میشم که چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو قبلی منو ببینید و کارمون با این مودم تموم شد. تا ویدیویی بعد، خدا نگهدار.